سلام بینندگان عزیز، امیدوارم که جور صحتمند باشید. در این ویدیو ما به شما یاد میدم که چگونه بتونیم رومی یا گرجه را به مدت طولانی نگهداری کنیم که نه رنگش خراب شده و نه مزه اش از دست بره. به همین ترتیب که شما در ویدیو میگرنید دیگه اول رومی ها را دو نصف کده، بعد سفیده هایی که در وسط هستن را حتما باید بگیریم، به خاطر از اینکه اینا مضر هستن برای صحت. این سفیده ها باید گرفته شود و به همین ترتیب ما تمام رومی های خرد دو نصف کنیم و سفیده های وسط را میگیریم. وقتی که تمام رومی های از ما که است دو نصف شد، بعد دستگاه بلندر استفاده منیم. دستگاه بلندر خوبیشی است که گرجه ها را خوب خورد منه و آب زیاد نمیکشه. دیگه به همین ترتیب ما رومی ها را تمام شد دوباره دو نصف کنیم، خاطر از اینکه خردتر شونه تا تیغه های بلندر از ما دزو گیر نکنه. به همین ترتیب تمام رومی ها را میتونیم دو نصف کنیم دوباره تا که بلندر پر شونه و دوباره دستگاه را روشن کنیم. یه دستگاه بلندر از ما که است 3 درجه داره، ما اول از درجه 1 استفاده منیم به خاطر از اینکه آرامتر است و قدرت زیادتر است. وقتی که رومی ها کمی نرمتر شد باز دوباره که از درجه 2 استفاده منیم تا که رومی ها را سریعتر نرم کنه. دوستان که میبینید رومی های از ما نرم شده و داخل ظرف کلانتر میریزیم. دیگه شما میبینید که اصلا آب نکشیده، بسیار خوبم خرد شده و به می ترتیب باقیش هم که است خرد منیم و داخل یک ظرف میریزیم. بعد پلاستیکی که ما برای از کار انتخاب کردم سایز 10 در 15 سانتی متر است، به خاطر از اینکه این پلاستیک فیکس اندازه یک وعده غذا رومی جای منه. اما رومی ها را با قاشق توسط قاشق داخل از این پلاستیک جا می‌نیم. دیگه به می ترتیب ادامه میدیم تا که تمام رومی ها را داخل پلاستیک انداخته باشیم. بعد از اینکه تمام رومی ها را در پلاستیک انداختیم به ترتیب مرقم در فریزر میچینیم تا اینکه یخ بزنه. دوستان من از قبل آماده کرده بودم، دیگه بعد از چند ماه وقتی کشیدم از فریزر اصلا نه رنگش تغییر کرده و نه مزهش تغییر کرده که من در غذام استفاده کردم از اون. دیگه شما منالی میبینید. تشکر از اینکه تا اول ما را بیننده بودید. تا ویدیوی بعدی خدایا رو نگهدارتان.